1995 یعنی حتی قبل از اولین پرواز رسمیش یه قرارداد مهم امضا شد بین شرکت آنتونوف اوکراین و شرکت صنایع هواپیماسازی ایران همون حسا تو شاهینشهر اصفهان. شامل چی بود؟ انتقال فناوری ساخت هواپیما، تأسیس یه دفتر طراحی مشترک بین متخصصهای دو کشور، آموزش پرسنل فنی و مهندسی ایران تو اوکراین و مهمتر از همه راه‌اندازی خط تولید مشترک آنتونوف 140 تحت لیسانس توی تأسیسات حسا در ایران. ارزش قرارداد هم حدود 200 میلیون دلار اعلام شد اون زمان. بر اساس همین قرارداد تولید آنتونوف 140 تو ایران شروع شد با اسم تجاری ایران 140. بر اساس تمام شواهد فنی و گزارش‌های موجود، ایران 140 در واقع همون هواپیمای اوکراینی بود که تحت لیسانس و با نظارت آنتونوف تو ایران مونتاژ می‌شد. فقط